سلام. اپل دیروز 12 سپتامبر طی مراسم دو تا از جدیدترین محصولات خودش رو یعنی آیفون 15 و آیفون 15 پلاس رو رونمایی کرد. توی این ویدیو میخوان سه تا از مهمترین ویژگی‌های این گوشی‌ها رو بررسی کنیم. در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. مهمترین ویژگی جدید این گوشی‌ها مجهز شدن به درگاه تایپ C است. اپل از خرجتون پایین اومد و بالاخره از لایتنینگ به تایپ C تغییر داد گوشی‌ها شد. دومین ویژگی مهم این گوشی‌ها مجهز شدن به داینامیک آیلند در نوار بالای گوشی است. اما ویژگی مهم و جذاب دیگه‌ای که وجود داره دوربین 48 مگاپیکسلی که در این گوشی‌ها قرار داده شده. علاوه بر این سه تا ویژگی این گوشی‌ها به جدیدترین نسخه iOS یعنی iOS 17 مجهز خواهند بود. آیفون 15 هم مثل آیفون 14 از اینترنت ماهواره‌ای پشتیبانی خواهد کرد. آیفون 15 در 5 رنگ صورتی، آبی، سبز، زرد و مشکی عرضه خواهد شد. آیفون 15 و آیفون 15 پلاس به ترتیب با اندازه‌های 6 و 1 اینچ و 6 و 7 اینچ از 22 سپتامبر در معرض فروش قرار داده میشه. قیمت‌هاشون هم به ترتیب 799 و 899 دلار خواهد بود. توی آمریکا مردم میتونن با دادن آیفون 11 به بالای خودشون و پرداخت مبلغی آیفون 15 رو دریافت کنند. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوها رو هم ببینید.